ایمان ما ایمان جامعی هست در ارتباط با کلیات شریعت‌های ما قبل. ایمان ما ایمان مجملی هست که به تمام انبیا و رسالاتشون و منبع حقیقی که وحی الهی بوده ایمان میاریم و همشون رو به عنوان نمونه های زمان خودشون برای هدایت بشر قلمداد میکنیم و به همین صورت تفصیل این ایمان در ارتباط با اسلام مصداقیت پیدا میکنه اون جایی که ما هر حکم و هر موضوع و مطلبی چه در ارتباط با فکر اندیشه باشه و چه در ارتباط با اخلاق باشه و چه در ارتباط با قانون و نظام و شریعت و حقوق باشه، در هر زمینه‌ای وقتی که مطلع شدیم از احکام الهی که در دین و در ضمن قرآن و سنت ثابت شده هست، تسلیم و اطاعت حکم رو اعلان و اظهار کنیم. قولوا آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. و این معنای اسلام هست. و من یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه. این اسلامی هست که ما بهش اعتقاد داریم. اسلام نامی نیست که ما ارث ببریم از پدران خودمون، فکر کنیم چون پدرمون مسلمان بوده ما هم مسلمان هستیم، چون در شناسنامه‌مون درج هست که مسلمان هستیم، در نتیجه این اسلام به وسیله شناسنامه به ما منتقل شده. چون مادرمون مسلمان بوده، از مادری شیر خوردیم که کلمه توحید یا اسلام رو به زبان آورده، ما هم در نتیجه باید مسلمان باشیم. اسلام نه از طریق شیرخوارگی انتقال پیدا میکنه، نه از طریق وراثت و نه از طریق قومیت و از طریق قبیله و طایفه یا از طریق ملیت. اون چی که نقل انتقال اسلام رو موجب میشه اون استسلام در مقابل احکام و قانون و نظام الهی هست. در هر رده‌ای که باشیم، اون کسی که در موقعیت حاکمیت و حکم قرار داره، تسلیم حکم الهی در اون موقعیت رو باید اظهار بکنه و مکلف هست. اون کسی که در موقعیت قضا و حکم دادن در ارتباط با حق و حقوق مردم هست، وظیفه داره که تسلیم حکم و نظام الهی باشه و حکم و قانون الهی بده. و اگر تعدی کرده، فسق و ظلم و کفر رو مرتکب شده، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. و اون کسی که در داخل یک خانواده سرپرست یک خانواده هست و به عنوان یک شوهر در داخل یا پدر در داخل یک فضای اجتماعی کوچک خانواده داره مدیریت رو بر عهده داره، اینجا هم باید عدالت کنه، اینجا هم باید قانون الهی رو رعایت بکنه، اینجا باید حق و حقوق همسر خودش رو، حق و حقوق فرزندان خودش رو به همین صورت اون کسانی که زیر دستش هستن رو رعایت بکنه. اون کسی که مدیر یک اداره هست، به همین صورت هر انسانی در هر موقعیتی که هست بحث اسلام باید درش یک خلق و خوی باشه، رفتار اجتماعی باشه و قبل از اون پندار باشه، اندیشه و اعتقادی باشه که بر مبنای دلیل و حجت و برهان باشه. همانطوری که ما نظم نماز خودمون رو از منبع قرآن و سنت اخذ میکنیم، نظم زندگی خودمون رو هم باید از قرآن و سنت اخذ کنیم. وقتی که برامون حکم میاد باید اون حکم رو تسلیم بشیم. وقتی که برامون امری میاد باید اون امر رو تسلیم بشیم. اون پروردگار حکیمی که ما رو آفریده، اون با حکمت و علم بالغه‌ای که داره از کیف کنه درون فطرت و خلقت ما انسان‌ها و بقیه موجودات برامون نظامی رو مقرر کرده. اون نظام حق و حقوقی رو تعیین کرده. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. بعدش گفت تمنا هم نکنیم اون چه که الله متعال برخی رو بر برخی دیگه امکانات بیشتری، شرایط بهتری رو براش فراهم کرده. حکمت او هست، قدرت او هست، عزیز و حکیم هست، علیم هست.
داشته‌هایی که داریم هممون برابر نیستیم. نه هیچ کدوم از ماها نه جنسیت خودمون رو ما تعیین کردیم و نه در خلقت خودمون اراده ای داشتیم. با اراده خودمون که ما خلق نشدیم، آفریده الله متعال، آفریدگار ما او هست. و الان هم با اراده خودمون ما، نه قلبمون با اراده ما کار میکنن، نه نمیدونم کل سلول های بدن ما فعالیت داره بر اساس اراده و مدیریت ما. نظامی هست که الله متعال براشون مقرر کرده. اون الله متعالی که این نظام رو برای تمام این بدن من و شما و برای تمام این خلائق و این کهکشان ها و این ستارگان آسمون تعیین کرده، اون الله متعال برای اون نظامی رو گذاشته.